یه حرفی وجود داره که خیلی از ماها هم شنیدیمش. خیلی ها بهمون گفتن که باید همه چی رو تجربه کنی. خیلی ها گفتن الان موقعشه که بری هر چیزی که وجود داره رو تجربه کنی و نمیدونم سنت بگذره اینطوری میشه و اونطوری میشه و از این داستانا. ولی واقعا باید همه چی رو تجربه کرد؟ واقعا چون فرصت اینو داریم که بتونیم یه سری چیزا رو تجربه کنیم باید بریم همه چی رو تجربه کنیم؟ جوابش خیلی واضحه. جوابش نه. من الان دارم برای خودم میگم خب هر کسی داستانش متفاوته. تو قطعا برای خودت تصمیم میگیری که چی کار کنی یا چی کار نکنی، ولی من به خودم میگم که همه چی نباید تو زندگی تجربه کرد و دلیلم دارم به خاطرش. به خاطر اینکه من دیدم تو زندگیم آدمایی که همه چی رو تجربه کردن، اون چیزایی که باید رو تجربه کردن و بلد نبودن به بقیه نه بگن. خب بلد نبودن کنترل کنن چیزایی که میرن سمتشو و تهش عاقبت خوبی پیدا نکردن. اتفاقا آدم باید حواسش باشه. ما اگه بخوایم همه چی تجربه کنیم که خب پس فرق ما چیه؟ یعنی ما هر اتفاقی برامون پیش بیاد همونو میریم جلو؟ نه. اگه تو یه آدمی هستی که خودت برای خودت مهمی، خب اطرافیانت برات مهمن و کلا یه سری آدمایی داری تو زندگی که آقا اصلا این آدما رو هم نداری، اینا هیچی، خب هیچ کم برات مهم نیست. اگر خودت فقط برای خودت مهمی که نباید هر چیزی تجربه کنی. نباید هر چیزی هم ببین، واقعا هر چیزی میتونه باشه. خب میتونه از این باشه که تو بری دل یه آدمی رو بشکنی. تو چرا باید همچین چیزی تجربه کنی؟ چون 4 نفر دلتو شکستن تو هم باید بری دل یکی دیگر رو بشکنی؟ نه. همچین چیزی تأثیر میذاره رو شخصیتت، رو خودت. خیلی تأثیر داره. حالا از اینکه اتفاقات با آدم برمیگردن و اینا رو من کاری ندارم، مثلا درباره این چیزا حرف نمیزنم. خب یا مثلا تو رفیقت بهت میگه فلانی همچین چیزی آقا پنجشنبه جمعه بیا بریم فلان جا، همچین چیزی هست، همچین چیزی رو تجربهش کنیم. تو رو میخواد بفرسته مثلا سمت یه مسائلی که نباید بری. خب تو رو میخواد چجوری بگم توی موقعیت‌های قرار بده که تو نباید قرار بگیری. نباید قرار بگیری به خاطر اینکه زندگی تو و آینده تو تحت تاثیر قرار میده. آره تو تا حدی که ببین اوکیه، تا حدی که مشکلی برای خودت و برای اطرافیانت پیش نیاد هر کاری دوست داری بکن، اون مشکلی نداره. خوش بگذرون، عشق و حال کن، یه چیزی یاد بگیر، از زندگیت اینطوری لذت ببر. خب آره اینکه مثلا بری سمت نمیدونم چیزای به درد نخور و دراگ و مراگ و اینجور مزخرفات یا کلا زندگی که هیچ هدفی توش وجود نداره فایده ای نداره. زندگی که همین الان نیست، الان میگذره میره، همون جوری که تا الان زندگیت گذشته الان هم میگذره. یهو میبینی 10 سال دیگه‌ت اومده، یهو میبینی 20 سال دیگه‌ت اومده. بعد اون موقع تو موندی و همه اشتباهاتی که تو الان انجام دادی عواقبش برات مونده دیگه. اون موقع میخوای چیکار کنی؟ اون موقع حسرت نمیخوری؟ نمیگی کاش مثلا یه کارایی رو نمی‌کردم خب که حالم تو زندگی بهتر بود. حالا بگن، حالا مثلا همه بیان دورت بگن که نه تو الان فلانی باید همه چی رو تجربه کنی. نمیخواد. چرا باید همه چی رو تجربه کنی؟ چی میشه مثلا اگه تجربه نکنی؟ ببین هیچ آدمی، یه چیز بهت بگم، هیچ آدمی، اونایی هم که ادعای اینو دارن که همه کار کردن هیچ کاری نکردن. هیچ آدمی نمیتونه تو زندگیش همه چی رو تجربه کنه. هیچ آدمی. کلی آدم هست که ندیدی، کلی جا هست که نرفتی، کلی کار هست که نکردی.
هر چقدرم که تو اصلا هر روز زندگیت هم بذاری پای این قضیه، بازم نمیتونی همه چی تجربه کنی. و اصلا این انتخابای مایی که تعیین میکنه ما کی هستیم. اینکه من انتخاب کنم کیو تجربه کنم کیو تجربه نکنم تعیین میکنه من چه آدمی هستم. اگر که مثلا هر اتفاقی، همونجوری که اول ویدیو گفتم، هر اتفاقی هم پیش بیاد من ازش استقبال کنم، خب فرق من با یه حیوان چیه؟ تازه حیوونا که خیلی بهترن. حیوونا همون طبیعت خودشون رو پیش میبرن، همون طبیعتی که خودشون دارن رو پیش میرن، نه به مثلا چجوری بگم، از چرخه خودشون بیرون نمیزنن. منظورم اینه. خب از چرخه خودشون بیرون نمیزنن. ولی ما چی؟ ما به مثلا اسم این که میخوایم همه چی رو تجربه کنیم و به بهونه این که بخوایم نمیدونم عقب نمونیم و به بهونه این که حسرت نخوریم و اینا، سعی میکنیم که هر کاری بکنیم، هر کاری، نه اصول اخلاقی، نه مرزی، نه قانونی، هیچی برای خودمون تعیین نمی کنیم. بعد تهش هم خودمونیم که ضرر میکنیم، نه کسی دیگه. چون نه رفیقات پیشت میمونن 10-20 سال دیگه، نه مثلا خانواده تا یه جایی واقعا براش مهمی. و همینه واقعیت. این خودتی که تعیین میکنی کجا باشی در آینده و همین انتخاباتن که مشخص میکنن تو آینده کجایی. و آدما ببین بر اساس جایگاهی که تو داری باید رفتار میکنن. واقعا همینه زندگی. آدما بر اساس جایگاهی که تو داری باید رفتار میکنن. پس به حرفاشون نگاه نکن. تو باید به یه چیز بهتری تو زندگی تبدیل بشی. خب برای خودت و عزیزانت. اصلا نه حرف انگیزشی میخوام بزنم نه چیزی، چون من چنلم اصلا درباره این قضیه ها نیست. ولی خب برای اینکه پیشرفت کنی و برای اینکه بتونی به یه لول بهتری برسی تو زندگیت، لازمش همین است و همه هم همین کارا رو کردن. لازم نیست آدم همه چی تو زندگی تجربه کنه. اتفاقا مراقب باش چی رو تجربه میکنی. تجربهاتو با دقت انتخاب کن تا زندگی خوبی داشته باشی. دمت گرم که ویدیومو دیدی، دوست داشتی یه سر به چنلم بزن. من تو این چنل یه محتوای بدون ادیت میسازم تقریبا و یه صحبت خودمونی درباره یه موضوع بداهه. دوست داشتی چنلمو سابسکرایب کن تا در آینده با من همراه باشی. دمت گرم که دیدی.